افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. افسانه‌های مردمی دنیا. گنجشک هیله‌گر. افسانه انگلیسی. بود نبود، جنگلی بود که در آن حیوان‌های زیادی زندگی می‌کردند. یک گنجشکک به تازگی 2 چوجه را از تخم بیرون آورده بود و از آنها به خوبی نگهداری می‌کرد. روزها به اطراف جنگل می‌رفت تا برایشان غذا پیدا کند و بیاورد. اما چند روزه بود که روباه مکاری پیدا شده بود و نزدیکی لانه گنجشک‌ها می‌گشت. یک روز از این روزها که گنجشکک می‌خواست برای غذا رود، دید که روباه زیر درخت آنها نشسته به بچه‌هایش نگاه می‌کرد. چیک 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 چیک، روباه مکار، نمیگذارم که بچه‌هایم را بخوری. ناگهان فکری به ذهنش رسید. رفت نزدیک روباه و گفت: چریق چق 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 چق، سلام روباه عزیز، این طرف ها. روباه گفت: سلام گنجشکک مهربان، از اینجا میگذشتم، گفتم یک شما رو خبر گیرم. گنجشک گفت: چریق چق 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 چق، کاری خوبی کردی. چریق چق 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 چق، روباه عزیز، دوستی خوبم، من باید برای بچه هایم غذا آرم. تو میتوانی تا آمدن من آنها را نگهبان کنی. چریق چق 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 چق. روباه گفت: ها 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 ها، بله، با دل پر رفت من آنها را محافظت میکنم. چریق چق چق چق، آه روباه عزیز، تو چقدر مهربانی که با وجود بیماریت از بچه های من نگهداری میکنی. روباه گفت: چی گفتی؟ کدام بیماری؟ گنجشک گفت: رنگ رویت پریده و زرد شده ای. من شنیدم که در جنگل بیماری کشنده پیدا شده است که نشانه های اولش رنگ پریدگی است. روباه با شنیدن این گپ در جایش نشست و گفت: تو میگویی من با اون بیماری گرفتار شدم. چی خورم تا خوب شوم؟ گنجشک گفت: در رویش نوشیدن یک جرعه آبی است که در قله کوه پس از آب شدن برف ها می آید. روباه به سمت کوهستان رفت و چند روز بعد خبر رسید که از سرما مرده است. گنجشک ها و دیگر حیوانات از دست روباه خلاص شدند و به زندگیشان ادامه دادند. گنجشک هم خوشحال بود که از روباه هیله‌گرتر است. این بود گنجشکک هیله‌گر، افسانه انگلیسی. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین